خیلی علاقه‌مند شدم به اینکه یه همچین موتورایی و یه همچین سبکایی رو داشته باشم که یه بعد سالها که گذشت فیسبوک اومد و تو فیسبوک می‌دیدم موتورایی که علاقه‌مند بودم بهش و دیدم با اون خب طبق گفته قدیمی‌ها و بایکرهای نسل اول همه چی از اینجا شروع میشه. بعد چیز میشه، بعد من میام ماشین رو شما میتونید تو سایت فرست لیدی بایکر ایران سرچ کنین و دونه دونه اطلاعات رو اونجا ببینین. کتابی که خانم یوسفی، زهرا یوسفی چایجان تحقیق کرده در موردش، در مورد تمام قوانین، در مورد تمام داستان‌ها که در این سبک وجود داره رو اونجا شما میتونید پیدا کنیم و بخونید. خب والا این یکی از در واقع میتونم بگم که خیلی دوست داشتم این سبکو. بچه که بودم تو آمریکا بودم دیدمشون، نمیدونم زنجیر بودن، بندی دوز بودن، چی بودن، ولی اصلا اون مثلا نظرتون در مورد برندهای موتور هارلی دیویدسون موتور دیگه بوده؟ من شنیدم که مثلا یاماها داشتین اونجا، در مورد اینها سارا تو هم اگه باید توضیح بدید. یه چیز جالب خواستم تعریف کنم که برای خودم خیلی هم جالب بود هم عجیب بود، اینکه خب تا زمانی که ایران بودیم هممون خب هم من هم شما هممون دوست داشتیم که تجربه هارلی سواری داشته باشیم، هارلی دیویدسون سوار باشیم. و من که رفته بودم تو عراق، شهر من یه موتور پیدا کرد، یه هارلی فتکوی 2014 نوشته استقامتی شد، انگار مثلا چیز تو همون راید همون تایم من یه چیز دیگه ای از این بایکرها یاد گرفتم. با اینکه همه موتورها حجم بالا 1500 سی سی به بالا، یعنی کوچکترین حجم موتورمون ولکان 1500 سی سی بود. به جز اون دوتا بایکر ایرانی که همه گلدوینگا 2025 حلش کردن، یعنی به قبل همیشه رادیاتورهای هوندا گلدوینگ مشکل داره، چون فن رادیاتور از سرعت 0 تا 20 کیلومتر کار میکنه. شما کیلومترت از 20 که رد کنه رادیاتور فنش قطع میشه. این یه سیستم ایراد خیلی بزرگ گلدوینگ، 3 تا رادیاتور داره، 1800 سی سی 6 سیلندره، اونم تو گرمای کشورهای عربی 2 دقیقه‌ای داغ میکنه، 2 دقیقه کمتر داغ میشه، موتور جوش میاره. اینا سرعت کم رفتن، گلدوینگ دارن، سرعت کم سرطان واسه موتورشون، یعنی هر آن ممکنه جوش بیاره از بین بره موتوره. با این حال این ریسک رو قبول کردن. همه اونایی که گلدوینگ داشتن دور این بی ام وی ساپورتش کردیم تا برسیم به مقصد. اما خب اون دوتا بایکر ایرانی رفتن، اصلا نگاه اصلا وای نستون اینا چی شد، گازشو گرفتن رفتن. در صورتی که اگه هر کدوم از اینا میخواست گاز بده، هم از تو تندتر میرفت، هم از تو بایکرتره، هم حرفه‌ای‌تره، هم اسپانسر نداره، داره عجیب خودش خرج میکنه میاد. این تفاوتم اون موقع من فهمیدم، یعنی موتوری که سواری باید بدونی چی میخوای ازش. دارم. خیلی خوب، خیلی خوب. والا من خیلی دوست داشتم کار موتور رو، ولی از سن 16 سالگی هم افتادم تو کار موتور. من خودم علاقه‌مند به موتور بودم از بچگی. اولین باری که عاشق موتور هارلی دیویدسون شدم یه فیلم ترمیناتور 2 بود. اون صحنه‌ای که آرنولد سوار موتورسیکلت میشه،
اینا حالا من خودم رو بگم سال فکر میکنم 89 من یه دونه فرمون بلند آوردم. تقریبا میتونم بگم اولین فرمون بلند اومدن رو من آوردم. بعد آوردم و حتی پیش آرشم.